یه پست پیتزایی تو اینستا دیده بودم، تصمیم گرفته بودم با آوا برم تا فاطمی تا از اون پیتزا رو تست کنم. راه افتادم به سمت تهران با اتوبوسای پردیس فرهنگ سرا. آوا هم به اتوبوس میگه آتیش و خیلی دوست داره. البته نصف مسیر رو خوابید. وقتی رسیدیم فرهنگ سرا اصولا باید به سمت پله برقی میرفتم که مترو سوار شم برم تا فاطمی، ولی بنرهای جشنواره انار رو دیدم و کنجکاو شدم ببینم چیا دارن. پس رفتم تو فرهنگ سرا. داشتیم همینجور تابلوهای به طرف جشنواره انار رو دنبال میکردیم که آوا زمین بازی رو دید و گفت تاتاپ میخوام. سریم کلاشو در آورد داد به من و مشغول بازی شد. یکم که بازی کرد دیگه بهش گفتم بریم ببینیم اون ورم چی داره که رضایت داد و رفتیم. از این قسمتی که وارد شدیم هم سمت راستمون غرفه بود هم سمت چپمون که من اول از غرفه کتاب شروع کردم، بعدم سمت چپ رفتم. کتاب ها تا شب یلدا 50% تخفیف خورده بود. 2 کتاب بچگونم واسه آوا گرفتم، یکی کاپیتان زیر شلواری، یکی هم رنگامیزی کیتی. اکثر غرفه ها یه نفر وایساده بود و خوراکی خوشمزه‌شون رو میداد تا تست کنیم. انواع اقسام خوراکی ها اونجا بود، خیلی رو تست کردم، یه سری هم خرید کردم. از همه جالبتر غرفه قطابشون بود که رسیدیم اومدش این آقا گفتش که اومده قطاب بخره، بعد گفتش نخرید رفت، که من البته خریدم چون قطابش خیلی خوشمزه بودش. گفت رژیمیه و مناسب افراد دیابتی هم هستش. چی گرفتی؟ جلوتر رسیدیم به غرفه‌ای که هله هولای مناسب بچه داشتش. یه سری آجیل رو تمدار کرده بودن که آوام خیلی خوشش اومد، مثلا تخمایی که تمدار شده بود و براش خریدم. انتهای این مسیرم یه سری آش فروشی و فلافل فروشی و اینا داشتش، دیگه اونا رو تست نکردم و همین مسیری که اومدم و برگشتم تا غرفه‌های سمت راستم هم ببینم. دیگه اومدم بیرون و اونکی مسیر غرفه ها رو هم رفتم تا ببینم این بریا چیا دارن. برمیگردم مامانی، برمیگردم. تو این مسیرم چند تا چیز رو تست کردم و رسیدیم به جایی که آب انار آلبالو میفروخت و چند تا آب میوه دیگه که من انار آلبالو خریدم چون خیلی خوشمزه بود و اما لواشکی که در برابرش خیلی سست و عنصرم. یه لواشکم اونجا خریدم و دوباره به مسیرم ادامه دادم. که از اون مسیر اومدیم بیرون، رفتیم که غرفه‌های این ور هم ببینیم. اینا هم کلی خوراکی خوشمزه داشتن، اینا رو زیاد تست نکردم تا اینکه رسیدیم به یه نفر که گفتش که لته فندوق ما رو تست کنید، ولی محو آوا شد و یادش رفت که لیوانی که بهم داده رو پر کنه. منم خب هیچی نگفتم دیگه. همینجور تا اون انتها اینا غرفه داشتم ولی دیگه بقیه رو نرفتم به خاطر اینکه داشتم هرچی پول داشتم تموم می‌کردم. جشنواره انار تا شب یلدا هسته. شما هم اگه سست و عنصرید و احیانا به خاطر تولدتون کلی پول تو جیبتونه، نرید اینجا چون همه پولاتون تموم میشه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. خدافظ.